گریه کردن عادتی مردان نبود، گریه کردن مرد را آسان نبود. گر بریزد مرد اشکی دیده را، دان که دیگر دردی او پنهان نبوده. نه شوقی جنت دارم، نه ترس از دوزخ دارم. امید از رحمتت دارم، فقط دیدار میخواهم، فقط دیدار میخواهم. حال عالم سر به سر پرسیدم از فرزانه، گفت یا خاک است یا باد است یا افسانه. گفتمش آن کس که او اندر طلب پویان بود، گفت یا کور است یا کر است یا دیوانه. گفتمش احوال عمری ما چی باشد، عمر چیست؟ گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه. گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه. فلسفی گفت اندر جانبی هندوستان، حکمت دیدم نوشتم بر دری بتخانه. گفتم آن حکمت چه حکمت بود؟ گفت این حکمت است، آدمی را سنگ و شیشه چرخ شد دیوانه. آدمی را سنگ و شیشه چرخ شد دیوانه.
نزد حق بیگانه است. نعمتی دنیا و دنیا نزد حق بیگانه است. هیچ عاقل مهر ورزد با چنین بیگانه. گفتمش احوال عمری ما چی باشد، عمر چیست؟ گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه. گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه. سحر بلبل حکایت با صبا کرد که دیدی عشق گل با ما چی ها کرد. از آن رنگی رخم خون در دل افتاده و از این گلشن به خارم مبتلا کرد. غلامی همتی آن نازنینم که کاری خیر به روی و ریا کرد. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هرچی کرد آن آشنا. گر از سلطان طمع کردم خطا بود، ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. بشارت بر بکویی می فروشان که حافظ توبه از زهد و ریا کرده، که حافظ توبه از زهد و ریا کرده.